سلام بر تمام دوستای عزیزم. من بعد از مدت ها برگشتم. ببخشید یه چند ماهی بود که اشغال کاری و زندگی داشتم و بعد میرسیدم به اونا. الان صبح ساعت 8:50 است. دارم میرم سر یه پروژه. یکی دو هفته پیش کار کرده بودیم ولی یه سری ایرادات داشت که ما مجبوریم که اونا رو باز دوباره درست بکنیم. بعد عرض کنم خدمت شما ترافیک صبح اینجا، کسایی که تو کار کانستراکشن هستن مجبورن هر روز رانندگی بکنن دیگه، رانندگی بکنن تا سر پروژه برسن و معمولا هم روزی نمیدونم 50-60 مایل درایو کردن یه کار عادی، اینجا نرماله برای ما. منتظر ویدیوهای جدید من باشید.